ابو مسلم مثل هزارها مهاجر دیگر در دوره گوشه‌نشینی در روسیه از جای کار محروم شد. نانپسخانه‌ای که ابو مسلم در آن کار میکرد بسته شد و او از منبع درآمد محروم گشت. تمام این مدت ابو مسلم در خانه اجاره بیکار بود و به بیرون فقط از روی ضرورت به مغازه میبرآمد. او میگوید از ترس جریمه و اخراج شدن از روسیه نظام گوشه‌نشینی را پوره رعایت کرد. در نوبت اول برای حفظ صحتی خود ما این مهم بود. از سوی دیگر ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند. مهاجران میگویند تلاش میکنند قاعده های معین شده را پوره رعایت کنند، زیرا هر کار و رفتارشان در این کشور زیر نظارت است و برخورد ملیسه و ساختارهای مسئول با آنها فرق میکند. در ایستگاه متروی مسکو که مردم بی‌نقاب زیاد به نظر میرسند، ملیسه ها ظاهرا انتخابی زاده های آسیای مرکزی را منع کرده و جریمه میبندند. مثل صحنه در این نوار که از میان چندین نفر بی‌نقاب ماموران ملیسه یک زنی مهاجر را منع کرده برای نداشتن نقاب نسبتش سند حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب میدهند. اگر مرا منع کرده دیگران رو هم منع کنید. ببینید این دخترک بی‌نقاب به اینجا وارد شد. روید او را هم منع کنید. عالمان اکادمی خواجگی خلق روسیه رفتار مهاجران را در دوره کرانتین تحلیل کردند. محققان خواستند با این راه ادعای گروه‌های مهاجر بدبین را در مورد افزایش جنایتکاری میان مهاجران در دوره پاندمی تفتیش کنند. تحقیق نتیجه برعکس را نشان داد. یوگنی ورشاور کارمند علمی اکادمی میگوید برعکس این اندیشه ها مهاجران در این دوره فعال بودند و به آنهایی که در وضعیت مشکل قرار داشتند یاری رساندند. از سوی دیگر آنها تمام قاعده های معین شده روسیه را جدا رعایت کردند. معین شد که مهاجران در این دوره بیشتر از مردم دیگر ضرر دیدند. سوالهای ما به قاعده های جهت پیشگیری از بیماری ربط داشت. از جمله منع بیرون رفتن از خانه. معین شد که مهاجران در مسکو این قاعده ها را بهتر از دیگران رعایت کردند. عالمان برای احتمال سر زدن موج دوم پاندمی به حکومت روسیه توصیه های خود را فرستادند. آنها به مقامات پیشنهاد کردند که برای سری وقت برگرداندن مهاجران به کشورهایشان مساعدت کنند. همچنین محققان خواستند که ترتیب ثبت اقامت در جای زیست لغو کرده شود و به مهاجران و ساکنان روسیه در این شرایط کمک غذایی پیشنهاد گردد.